بسیاری از ما عزیزان زیاد درباره پول، داشتن پول و هدفهای رسیدن برای پول شاید زیاد فکر میکنیم و شاید هم تا امروز یک راهنما، یک نظریه یا یک پیشنهادی عالی را نشنیدیم و شاید ندانیم و متخصصی که این سمت را بسیار زیبا و ساده و بسیار نشانرس کار کرده است و تا امروز نامش وردی زبان هاست. این ناپلیون هیل می باشد، یعنی همان مؤلفی همان کتابی بسیار خواندنی بیاندیشید و ثروتمند شوید. و این نویسنده یک کتابی بسیار زیبای دیگر هم دارد با نام چگونه میلیونر شدم. در این کتاب ناپلیون هیل تمام آن برداشت‌ها و تجربه های خود را در این کتاب گرد آورده است و این کتاب درباره هدف گذاری، درباره رسیدن به ثروت و ثروت جویانه فکر کردن را به ما و شما یاد می دهد. من باوری کامل دارم که اگر شما در این سمت مشکل دارید، این کتاب می تواند مشکل شما را برآورده سازد. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بخوانید.